سلام خدمت دوستان. بچه‌ها مثل همیشه باز گل کاشتید. این بار دل یه مادر رو شاد کردیم. یه دختر پسر جوون رو داریم میفرستیم سر خونه زندگیشون با کمک شما، با کمک آقا مصطفی. ما امروز این جایزه رو که قول داده بودیم تا اونجا که امکان داشت فراهم کردیم. با کمک شما دوستان گرفتیم آوردیم. خود مادر عزیزم هست. عروس خانم روش نمیشد بیاد جلو دوربین. من ازتون تشکر میکنم بابت حمایتتون. دمتون گرم که همیشه پشت تیم ما هستید. دمتون گرم، دستتون درد نکنه. کلی زحمت کشیدید، کلی به ما انرژی دادید، باعث شد که این مادر دلش شاد بشه. دم همتون گرم، دستتون درد نکنه. آقا هم که کلی همیشه زحمت کشیدید. نه بابا ما کاری نمی‌کنیم. خود آقا مصطفی یکی از غیارین بزرگ ما هست. همیشه کمکمون می‌کنه. ایشون نباشن ما لنگی. یا علی مدد. هفت آسمان را بردارم باز هفت دریا بگذرم ای شعله